درود میگویم به شما بینندگان عزیز شبکه سفینه. این برنامه نوبتی خونی تاجیکستان است و این نوبت ما برنامه رو پیشکش میکنیم از باغ ایرم از دوری جمهوریوی کدبانوی بهترین. خب بشبه برای هر یکی ما و شما معلوم است که سال 2019 2021 سالهای رشد دهات سیاحی و هنرهای مردمی اعلان شده است از جانب پیشروی ملت محترم امام رحمان و امروز میبینید که چگونه دانشجویان دانشگاه و دانشکده‌های جمهوری تاجیکستان مهارت و ملکه کدبانوگی خود را در اینجا نشان میدهند و میبینیم که همشون یک مهارت خیلی عالی دارند و قید باید کرد که این نفرانی که عین حال در دور جمهوریوی شرکت می‌ورزند به واسطه در دورهای اول در دورهای انتخابی خوب در همون منطقه خودشون موقع‌های نمایان موقع‌های فخری را اشغال نمودند و میبینیم که چگونه مهارت ملکه نشان میدهند و کدام دانشجو و دانشجویان کدام دانشگاه و دانشکده جمهوری تاجیکستان خب سازور جایهای افتخاری میگردند. بعد از چند لحظه وا میخوریم و میبینیم از مهارت ملکه این نفران مرا همراه باشید. این برنامه خونی تاجیکستان است از شبکه سفینه. دوستان عزیز اکنون هم صحبت میشیم با یکی از اشتراکچیان این آزمون. بگوانم دیره هستم دانشجوی کورس یکمی دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی. چون که میبینید ما طرز تیار نمودن سمبوسه رو نشان میدیم و از وقت تنگ بودن پیشکی نمونهش رو تیار نموده آوردم و باز خمیرش رو تیار نموده در اینجا وقت طرز پیچاندن آنها را به شما نشان میدهم. دوستان عزیز ادامه دارد خونی تاجیکستان از باغ ایرم گفتیم از جریان آزمون جمهوریوی کدبانوی بهترین و گفتیم که صحبت میکنیم با چند تن از دانشجویانی که مهارت و ملکه عالی کدبانوگی دارند یعنی پخت و پز را میتوانند و از عهده آماده کردن خوراک‌های ملی تاجیکی میبرند و این خیلی خوب است. باز هم صحبت میشیم. سلام علیکم. سلام. نام شما چیست؟ منیژа. من магистранти курси дуюми донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон мебошам. Ман имрӯз қалама бо пиёзу кабутӣ карда истодам, чунки ҳозир фасли баҳор аст ва бояд ҳама аз кабутиҳо, аз сабзавотҳо истеъмол намоянд ва ман хостам ки ҳамин қаламаро пешкаш намоям. ба шумо муваффақият мехоҳем. саломат бошам. من اسمونова خیرنیسا هستم دانشجوی کورس دومی فاکولته کتابداری دانشکده دولتی فرهنگ و صنعت جمهوری تاجیکستان به نام استاد میرزا ترسونزاده. خیلی خوب. امروز من میبینم که خب سمبوسه آماده میکنید. بله. خب چگونه است همین آماده کردن سمبوسه یا خود عموما پخت و پز رو از کی آموخته شما؟ برای من آماده نمودن سمبوسه این گویم خیلی آسان است و راحت بخش است و من آماده کردن خوراک های ملی را بیشتر از مادرم و از اپاهایم یعنی در محیط عائله آموختم. دوستان عزیز من فکر میکنم که با دیدن این خلای عزیز علاقه پای بردید که این نفر مهمان یا خود قهرمانی اولین برنامه خونی تاجیکستان بودن در سال 2018 خلای دولت‌های بور دیگه. سلام علیکم. علیکم السلام. در این 2019 من کدبانوی بهترین همین ناحیه شهرینه دههای عجم اعلان گردیده شد و همین چیز دعوت کردن مونمو و همین دستاویزهای من همین هنرهای خودم در یک جوان 40 هنر کم است. بله. انا باید همین جوانا همین مهم برین من همین خیلی پیرم شون همین خیلی هنرمند شون و همین خیلی من همین با جوانای با پیشترنگی با یوتیم
همه هنراشون احیا دادن گیرن یاد دادن گیرن. من ما پیر شده من جوانای حاضره با چند قطر شاگردا داریم. تشکر زیاد. بیننده عزیز بار دیگر میگویم که خب مهمانی ما هستند مادر بسیار هم بزرگ خولای دولتای مهمانی اولین یعنی نشر اولی برنامه خونی تاجیکستان. ما باور داریم که امروز نیز یکی از جایهای نمایان رو اشغال میکنید. تشکر زیاد. سلامت باشید. سلامت باشید. سطور و شاهزاده هستم. دانشجوی دانشکده اداره‌کنی دولتی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان. اصلا به این آزمون تشریف آوردن من مقصد از آن است که به حیات مستقلانه قدم گذاشتن یک قدم استواره هست و ما از چنین آزمون ها خیلی خوشحال هستیم که با مثال دختران دیگر دانشگاه و دانشکده ها شناسایی پیدا میکنیم و چخیلی که به همه ما معلوم است امسال سال رشد سیاحی و هنرهای مردمی است. ما رشد سیاحی و هنرهای مردمی است. ما خیلی خوشحال از چنین آزمون ها هستیم. امروز هم چه روز کدبانو بهترین در جمهوری اعلان کرده شدن. ما هم با یک تیاری اومدیم که امروز در این هنرهای مردمی خدمت در شهر دوشنبه نشان میدیم و پیش از همه میخوام تمام جوانان رو به تربیت کنیم که به همین کارهای در دوره کمتر پیشتر از ما بودن رو یاد بگیرن بآموزن. و من میخوام از شما پرسونم که همین جوان دختر غیر از اونی که مثلا خوراکای ملی رو از عهده پختنش میبرد باید کدام خصلت ها رو داشته باشد؟ پیش از همه خصلت خوب، آداب، آدمگری. اگر وقتی که زن آداب نداشته باشه، آدمگری نداشته باشد، یگان اینا رو در نزد مادر در نزد خسر خشتما نمیتابد. برای پیش از همه آدمگری آداب. دوستان عزیز هم صحبت بودیم با یک تن از صاحبکاران بسیار موفق. گفتیم کدبانوی بهترین از شهر کلو. برنامه ما ادامه دارد. با ما باشید. این برنامه خونی تاجیکستان است از شبکه سفینه. موفقیت می‌خوایم به شما. سلامت باشید. دوستان عزیز ادامه دارد برنامه خونی تاجیکستان. من در حلقه انا مادران خطلون زمین حضور دارم در اینجا و هم صحبت من هستند مشرف خولای مشرف از ناحیه وسیع. سلام علیکم بار دیگر. سلام علیکم. خب امروز با کدام دستاویز با کدام خوراک مهارت ملکه خب خود رو نشون دادن اومده در این آزمون؟ من امروز در آزمون شیر برنج، شیر کدو، فطیر مسکه، نانهای گندمی، فطیرهای تعاملی و دیده پیروک ها و قلمه. خیلی خوب خیلی خوب. و من میبینم که در اینجا خب محصولات نانی است و از جمله گفتید که شیر برنج، شیر کدو هم خیلی است. چگونه است الان توجه جوانان به هنرهای مردمی در ناحیه وسیع؟ در ناحیه وسیع زنهای هنرمند بسیار هستند. من هم هنرمند هستم، با بیش از هنرمند چهور هستم و چکندوز هستم که با این هنرهای خود صاحب گرانت پرزیدنتی علوچه فرهنگ جمهوری تاجیکستان گشتم و میفخرم از آن که در تمام سطح جمهوری معرفی میکنم. تشکر زیاد. موفقیت میخوایم با شما. موفقیت و خونی اون هستیم که حتما که موقع افتخاری رو اشغال نمایید. خب مادر دیگری من هستند دوستان عزیز خالای بسیار مهربانم از همدانی ناحیه همدانی هستند. بار دیگر سلام علیکم. سلام. احوالتون چگونه است؟ باغ چگونه است؟ استراحت کرده ایستاده اید؟ بله. خب نانهایی که من میبینم در اینجا در طرف همون خطلان میگن نانهای تنوکی میگیم ها؟ تنوکی هم میگیم، چپوتی هم میگیم ها؟ قلمه، ارزوق. خیلی خوب. محصول دست خودتون هستن؟ بله بله. خیلی خوب. چگونه است؟ اوی جوانان میخواند آموزند؟ مثلا میبینیم که این حال کمک جوانان تنبل شدند، هوشیار شدند. بله. و همین خوراک‌های ملی رو آماده کردنش من بارها در برنامه هم گفتم که آماده کردنش گرچند که بسیار لذیذ باشند ولی آماده کردنش کمک مشکل است.
از نفر باید یک پرتقال باشد. همین طور است؟ بله. چگونه می‌آموزانید شما؟ کایبونویی که میتوانم این کارو را مشکل نیست. بله. نه که نتوانم مشکل است. درست قید کردید. خیلی خوب. با شما موفقیت می‌خوایم. رحمت. موفق باشید. امروز من در این آزمون اشتراک کرده ایستادم و نان و کلچه آماده می نمایم. نان و کلچه هایی که من آماده می نمایم در تمام منطقه های تاجیکستان معروف و مشهور است و در تمام خانواده های تاجیک استفاده می برند. من امروز در این آزمون اشتراک کرده هستم که تا مهارت و ملکه کدبانوگی خود را نشان داده و در یک سطح بلند قرار دهم که برای ما جوانان چنین یک آزمون ها چنین یک فستیوال ها تشکیل میکنند که برای در یک سطح بلند قرار گرفتن هنر کدبانوگی ما شهادت درک میدهد. تشکر زیاد. موفقیت به شما. دوستان عزیز، برنامه ما ادامه دارد و مهمون نوبتی ما هستند. در همین فستیوال آمدن تا ببینند از خب هنرهای بسیار والای بانوان تاجیکستان، از خب مهارت ملکه مردم تاجیک. لیدیون شو، کارمند تلویزیونی سینخوای جمهوری مردمی چین. First of all, welcome to Tajikistan. This is the first time for me to come to Tajikistan. Tajikistan, yes? Tajikistan. Okay. But the city is very beautiful and the climate is good. And people is very kind. I want to know about what the differences between Tajik foods and I mean Tajik cuisine and Chinese cuisine. Chinese cuisine. I think there are some things are same like in Xinjiang. Yes. Yes, I went to Xinjiang before. I think the food looks like it looks Yes. like, but I haven't tried. I will try it today. I think. Okay. What do you say about the Tajik ability of Tajik women? Ability. Ability, yes. Just cooking. I think they're very skilled in cooking. I say this, in this food festival. I think the landscape is very beautiful. The land, the mountains, snow mountains are very beautiful. Okay, very good. So, would you like to taste some of our national dishes if you Yes, want? I like. Okay? Yes, I like. دوستان عزیز، خب من کوتاهک برایشون ترجمه میکنم که چی گفتند که تاجیکستان بسیار کشور زیبا بوده است، به خصوص شهر دوشنبه. خب زنان تاجیکستان بسیار مهارت بلند کدبانوگی دارند و خوراکای بسیار لذیذ است و من پیشنهاد کردم که آیا خواهش دارد که چشد از یگان خوراکی تاجیکی. گفتند که با دیل و جان. Let's go. Let's go. Okay. Mister, you can taste it, okay? Please. Yes, from this. How do you think? You can eat it with egg, yes. Good? How is the taste of this? It's our very popular dish of Tajik nation. Yes, I think there's some difference Yeah? from us palaf Yes. in Central Asia. Yes. The taste You is have different. just like something like this, yes? Yes. But it's more
tasty, I think. Most is the same. Most Thank is- you very much. You can test all of these. It's Okay, free thank for you. you, for gas. Welcome to Tajikistan. Welcome. دوستان عزیز گفتم که همصحبت من بودند مهمان از جمهوری مردمی چین کارمند تلویزیون سینخواه این کشور. ما رو همراه باشید. بعد از چند لحظه برمیگردیم. من مویدین و رخشانه دانشجوی دانشگاه مالیه و اقتصاد جمهوری تاجیکستان میباشم. سلامت باشم. چنانکه که معلوم است اینجا آزمون جوان دخترانی با کدبانوی جمهوری تاجیکستان خودم رفته ایستاده است. من در اینجا سه نمود سمبوسه ورقی تاجیکستان ملی خودمان را نشان میدهم که از دو نمود عبارت میباشد. پیش از آن که خمیر را تنوک کنیم رو بعد روغن کردن باز یک بار دیگر از بالایش خمیر را میپیچانیم چون که ورقهایش بسیارتر بیاید و ریزانک بیاید. دوستان عزیز همصحبت من هستند برنا رحیمова مدیر بخش کار با زنان و اویله نویه شهر نو. السلام علیکم بار دیگر. و علیکم السلام. بخشیده به سال رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی بانوان ناحیه شهر نو در آزمون جمهوری کدبانوی بهترین شرکت ورزیده استودند که امروز از ناحیه ما اپای زیاده در این آزمون شرکت ورزیده استوده است که محصول هنر کدبانوگی خود را به معرض تماشا گذاشته استوده است. امروز در آزمون از روی سه نمود طعام‌های تاجیکی ما آمادگی گرفتیم که امروز این بانوی هنرمند مهارت و ملکه خود را نشان داده استوده است. من مدینه бекназарова магистранти донишкадаи доракунии давлатӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон мебошам. боиси ифтихор ва хушбахтист ки имрӯз миёни гулдухтарон миёни ҷавонон озмуни ҷумҳуриявии кадбонуи беҳтарин эълон шуд ва шахсан барои мо гулдухтарон магистрантон умуман гулдухтарони тоҷикистонӣ як шарафу як иқдоми нек аст, зеро ҳар як духтари тоҷик бояд он ҳунару истеъдоде ки аз падару модар яъне ки аз модар омӯхтааст бояд ба ҷаҳониён муаррифӣ кунад ки анамин миллати тамаддунофари ориёи тоҷик дорои расму оину ва анамин иқдомҳои неки худ аст. Чунки мегӯянд ки аз қадимулайём мардуми миллати тоҷик умуман занои тоҷик хеле кадбону буданд ва моҳир буданд. مدیر بخش کار با زنان و اویله مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه امین‌آباد حسن‌زاده شهلا امروز زنانی سربلند ناحیه مومن‌آباد در آزمون جمهوریوی کدبانوی بهترین با هنرهای خود اشتراک ورزیده ایستادند. امروز ما به نمایش گذاشتیم از قبیل فطیر مسکه، خروتوب و یکچند محصولات‌های نانی، کلچه عروسی، نان‌های چپاتی و هنرهایی که امروز قدری که از بین رفته بودند ما می‌خواهیم که با واسطه همین خیل آزمون‌های جمهوریوی و محفل‌ها و دیگر نمودی ویها کنفرانسیا و واخری‌ها در نهاد جوان دختران پروریدنی البته خویشتن‌شناسی احترام گذاشتن به سنت‌های ملی مردمی ما میباشد و این بار دیگر این چاره‌بینی اثبات می‌نماید که امروز البته انمون جوان دختران ما کدبانوهای ما البته به توجه نسبت خوراک‌های ملی نیستند و با آمادگی‌های خیلی هم خوب در این آزمون اشتراک ورزیده ایستادند.
و خوب شد که از طرف اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت سال 2019-21 سال رشد دهات سیاحی و هنرهای مردمی اعلان گردید که این بار دیگر امکانیتی خیلی هم وسیع فراهم آورد برای نمایش دادن انمین انعنه‌های ملی اجدادی ما، برای باز هم رشد و نمو یافتن انعنه‌هایی که قریب که از بین رفته بودند. با ابتکار کمیته کار با زنان نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و امر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امروزها در سرتاسر جمهوری آزمون جمهوریوی کدبانوی بهترین برگزار گردید و بعد برگزاری دور دومی این آزمون بانوان هنرمند ناحیه تیمور ملیک با دور سیومی این آزمون را خط گرفتند و طوری میبینید ما بانوان در اینجا محصول دستان خیش از جمله محصولات های نانی، قلم فتیر و تحمل و دیگر محصولات های نانی که در ناحیه ما رشد یافتند و به شک زنان با آنها سر و کار دارند به معرض تماشا گذاشتند. من زیبا براتو هستم، هنرمند کدبانوی مردمی شهر لیوکند که امروز نمایندگی شهر لیوکند رو در اینجا معرفی میکنم و سلام و درود خود رو به تمام تماشابینان تلویزیون سفینه میرسونم. تشکر زیاد میگویم به شما که در همکاری با ما هستید و خوش دارم آن لحظه هایی که فارغ از کار با شما پیوست هستم. شکرانه استقلال دولت میکنیم که امروز ها ما توانستیم هنرهای ملی گذشتگانمان را به جوانان معرفی میکنیم. البته که همه جوانانی که امروز در شهر لیوکند و کار و فعالیت دارند رغبت زیادی دارند به هنرهای قدیمه ملی ما و خصوصا من در لیسه کسبی صنعتی کیمیایی شهر کورسی علاهیده کورس‌های کوتاه مدتی آموزشی هنرهای مردمی می‌آموزانم. خرسند از آن هستم که ما برای آینده زن مادر بانوی هنرمند شدن آنها سهمگذار هستیم.